های اهل دنیا وطن بغض داره، یه دستش به دیوار یه دستش به داره. کدوم آرامش و ثبات؟ اجاره خونه ها رو میگید آرامش و ثبات؟ گوشتی که کیلو 100,000 تومان شما تحویل میگیرید 800,000 تومان تحویل میدید و میگید آرامش و ثبات؟ من اینجا ریشه در خاکم، من اینجا عاشق این خاک اگر آلوده یا پاکم، من اینجا تا نفس باقیش میمانم، من از اینجا چه میخواهم؟ آخه تا میگی آروم بشینیم، حسرت بکشیم، گریه ببین. جواب این ملت ورشکسته رو کی میده؟ نسل ما سوخت، آینده بچه هامون چی میشه؟ این بار دولت واسمون چه نسخه ای پیچیده؟ شاید چین داره کل ایران رو تحفه میگیره. شرم کنید شرورا بی شرافتا، شلوار کشور رو بچ از فکر دینه. دلم شاده و کاغم خیف خونه، نشستم بال چالسی عزیزون، دعا کردم که وقت آرمونه. قربون رنگ لباس شوشتر و دستین پلا، این قربون رنگ لباس شوشتر و دستین پلا. ذات آدم بد توی مسجد خوب نمیشه و ذات آدم خوب هم توی میخونه بد نمیشه. به این چیزا نیست. ذات از درون انسان میاد بیرون و تغییرم نمیکنه. شاید یه مدت پشت مردم برای خدا جلوی پای شما بلند میشن، ولی شما برای خدا یک قدم بر نداشتید. شما نان دین رو خوردید و چوب دین رو نخوردید. یک سیلی گفتی بگو عاشق و بیمار کیستی. وقتی کسی رو دوست داری حاضری جون فداش کنی، حاضری دنیا رو بدی فقط یه بار نگاش کنی، حاضری دنیا رو بدی فقط یه بار. شاه رفته مملکت شاپور میخواهد چکار، کله بیمو گل سرشور میخواهد چکار، آن که سن فارغ التحصیلیش بیکاری است